این شیری پنشیر نام مادر تاجیک ایرانی را، نام مادر مسلمان را و من نام بزرگ مادر را در جهان بلند برداشت. یعنی با این میگوید که خداوند آنقدر بزرگوار است که چنین مادرانی را آفریده است چون احمدشاه مسعود فرزند به دنیا آوردند. او مردی است که هم در افریقا و امریکا، هم در چین و پاکستان و هندوستان یک رنگ او را آفرین میخوانند و فرزند خود میشمارند. اما با رفتن عامر مسعود حاکمان وقت باوری کامل سر کردند که با ریختن خون دریاوار مردم بیچاره، مردم ضیایی را شکست ممکن است و بیشرمانه با سرکوب کردن مردم خود، با گلوگیر و نفس تنگ کردن ضیایان خود امروز با این عملی ننگینشان سر قدرتند. احمدشاه مسعود در قطار بنیادگذارهای اساسی صلح تاجیکان خدمت شایان را کرده است. مصلحت‌های او نصیحت‌های بودند که دو طرف به هم زید که در سنگرها با هم دشمنوار می جنگیدند به هم